آدما تحت فشار الماس نمیشن، خیلی وقتا له میشن. میفهمید چی میگم؟ هر چیزی که نکشتت لزوما قوی ترت نمیکنه، خیلی وقتا ضعیفترت میکنه، گیر میکنی همونجا، پایین میمونی. امروزه ایران تو یک جنگ روانشناسی نرم مهندسی شده است. همه تحت فشارن به خاطر تحریما، اقتصاد، اخبار، همه چیزایی که خودمون میدونیم. من تو تاریکی مطلق بودم، حمال بودم، تو غربت کار کردم، تو پارکم خوابیدم. با این حال تسلیم شرایط نشدم. میخوام بگم ببین من دلم برات نمیسوزه. هیچ کدوم از این حرفا هم انگیزشی نیست. دارم به تو میگم تویی که میری رستوران قیمتا رو چک میکنی یه موقع خارج از بودجت خرج نکنی، تو نیازی به انگیزه نداری. تو واجبه برات رشد کردن. تو داری به اقتصاد 1 به 10 میبازی. تو اگر کرایه داری میدی همچنان و مستاجری، تو نیاز به انگیزه برای رشد نداری. تو در خطری، برای بقای خودت باید رشد کنی. بعد این انگیزشی‌ها میان بهت میگن که اگر تحت فشاری تو در حال الماس شدنی، تو فلانی. نه عزیزم، آدما تحت فشار له میشن، ولی یه جایی هست که فشار باعث رشدت میشه. 2 تا راه حل وجود داره. 1، یا من فشار محیط رو میپذیرم و له میشم، که خیلی از آدما 99% از همین بیننده ها له میشن. و 2، من فشاری رو میپذیرم که خودم انتخاب کردم و خودم دارم به خودم وارد میکنم و این میشه تجربه. میگیری چی میگم؟ فشارهایی رو انتخاب کن که خودت باعث و بانیش باشی. یعنی چی؟ خودت رو تحت فشار قرار بده قبل از اینکه زندگی تحت فشار قرارت بده. در نهایت درد و قرار تجربه بکنی، یا درد حسرت نرسیدن ها، یا درد رشد تو زندگی. تو به زندگی واقعی خوش اومدی. دنیا گل و بلبل نیست و تو تنهایی و هیچ کس برای نجاتت نمیاد و هیچ کس قرار نیست برای تو دل بسوزونه. نه آمریکا، نه کشورهای دیگه، نه مسئولی، نه دولت، نه خانوادت، نه اطرافیانت، نه دوستات. هیچ کس. به دنبال قهرمان میگردی، توی آینه نگاه کن.